ها و خنده رو به لب‌های شما عزیزان بیارن. با خبر تو خبر شروع می‌کنیم. این هفته خبر تو خبر داره براتون از درخشش هموطنان تو آمریکا که حال وزیر خارجه آخونده رو گرفتن و سفر به نیویورک رو به کامش زهر هلاهل کردن. حالا سوال اینجاست که این مم جواد ظریف رفته بود نیویورک چه غلطی بکنه؟ پاسخ رو در حرفای التماس‌آلودش اونم در بدو ورود به نیویورک بشنوید. وزیر امور خارجه هنگام ورود به نیویورک گفت برجام یک توافق چند جانبه است و انتظار ما این است همه طرف‌ها به تعهدات خود پایبند بمانند. ظریف تاکید کرد آمریکا باید در مواضع خود بازنگری کند زیرا این امر به سود پایداری برجام نیست. همچی میگه پایداری برجام که انگار داره از ستونهای تخت جمشید حرف میزنه. بابا الان وقتی صحبت از چرخ برجام میشه یه همچین چیزی تو ذهن میاد. البته طبق معمول دایناسورهای جمعه بازار شروع کردن به هارت و پورت تا بسیجی‌های وارفته رو سر پا نگه دارن. امام جمعه موقت تهران گفت مایه تعجب است که برخی افراد آمریکا را قدرت بزرگی می‌دانند و معتقدند ایران قدرت مقابله با آمریکا را ندارد و بهتر است مذاکره کند، در حالی که رئیس سازمان اطلاعاتی آمریکا می‌گوید ایران یکی از چالش‌های بزرگ واشنگتن است. خوب یادی بکنیم از شاخ و شونه کشیدن‌های این پاسدار نقدی که کلی اولدرون بولدرون میکرد تهش معلوم میشد کشک هم نبوده. امریکا در استراتژی ترور شکست خورده، در استراتژی کودتا شکست خورده. چه باید بکنه؟ فیلم‌های پلیسی دیدید؟ گاهی پلیس مجرم رو دنبال میکنه، جنگ و گریز میشه، مجرم مهماتش تموم میشه. مجرم چی میگه؟ میگه مذاکره. خودش رو نزدیک میکنه به پلیس، سعی میکنه فریب بده، سعی میکنه نفوذ کنه. اگه اون پلیس یه هوشمنده سر تفنگشو نگه میداره به سمت این مجرمی که تا حالا تیراندازی میکرد، به این سادگی باور نمیکنه. اون تفنگ ما که به سمت امریکا گرفتیم، اون تفنگ چیه؟ مرگ بر امریکاست. الان وضعیت نظام طوری شده که پاسدارا دیگه جرأت همین عربده ها رو هم ندارن. از هر طرف که میرن به در بسته میخورن. از اون طرف جنگ و دعواهای باندی تو دوران پس انتخابات هم ادامه داره و روزی نیست که برای همدیگه نزنن. از جشن دلواپسا برای دستگیری داداش شیخ فری گرفته به خبری که همکنون به دستم رسید توجه فرمایید. جناب آقای حسین فریدون برادر رئیس جمهور الان که دارم باهاتون صحبت میکنم بازداشت شدن. تا مدیحه سرایی برای همین آقا دزده توسط جماعت جام زهری. سلام،
شعری رو در وصف آقای حسین فریدون آماده کردم که از اینجا خدمت شما همه عزیزان تقدیم میکنم. ای که نشسته در اوین، وثیقه در راه اوین، بغض گره کرده تویی، ای بردبار ای نازنین. خلاصه این که وضعیت خر تو خره و هر کی میپیچه جلوی اون یکی. حالا یه سری هم به فضای مجازی بزنیم ببینیم وضعیت آخوندا تو فضای مجازی چطوریه. سازمان منافقین 17,000 شهید از این مردم شریف گرفت. الان کانالش داره در داخل این کشور به راحتی فعالیت میکنه. میگم آقای وزیر، اینها دیروز در به هر حال پاریس علیه ما با دشمنان ما جلسه گذاشتن و چه مسائلی گفتن؟ چه دلیلی دارد که اینا بیان خشونت رو و دوباره به هر حال تروریست رو در این کشور بخوان ترویج بدن؟ با این حساب معلومه که یقه عظما هم تو فضای مجازی و هم تو فضای حقیقی حسابی گیر افتاده و داره میره که بره. این شما و این نسخه حاج آقا ایموجی برای مقابله با فضای مجازی. اگر حالا پسر من، دختر من، نوجوان من، جوان من داخل این شبکه قرار گرفت، خودم خوراک بهش بدم، خوراک علمی بهداشتی درجه 1 به فرزندم بدم که هم جذاب باشه، ساده باشه، متنوع باشه، خب فرزند من به جای اینکه بره تو بخشای دیگه فضای مجازی دین گریز بشه، میاد پیش من با دین رفیق میشه. آقا ما رفتیم سر یخچال ببینیم حاج آقا چه خوراکی گذاشته. با این صحنه مواجه شدیم. آقا ببخشید، منظورش خوراک فرهنگی بود. اوکی، بریم تیویریش رو روشن کنیم. از چادر تو حجاب دارد آتش، از شرم دلی کباب دارد آتش. بله شما ریسته. شب نیز حجاب آسمان هاست، آیا مگر آسمان نزیباست؟ فرهنگ جهان است که می افتد عقب‌تر، هر قدر عقب‌تر ببری رو سریعت را. اینجا هم یه همایش حجاب و عفاف گذاشتن که از رئیسش تا شرکت کنندهاش همه آخوند پشمالو بودن. حدود 1 ساله که یک همایش علمی در سطح کشور برگزار کردیم که با راهکارهای علمی که اندیشمندان میتونن تو این همایش بدن، ما بررسی بکنیم که چه راهکار علمی و چه راهکار عملی رو میتونیم برای مسئله حجاب مطرح کنیم و بررسی کنیم. اندیشمندان مقالات خیلی خوبی رو دادن. باشه آقا، شاید تا اینجا بگید این خوراک‌ها هیچ جوونی رو جذب نمی‌کنه، اما این یکی رو چی میگید؟ مولودی، اونم به زبون هندی و انگلیسی مخلوط. Worship of my heart, worship of my life. Oh my heart, Ya Imam Raza. Oh my life, Ya Imam Raza. Oh my life. मेरी हर सांस के आवाज है मौला रज़ा. بله دیگه، آخوندا میخوان با این جنگولک بازی ها یه قرون دهشایی جمع کنن بریزن تو کاسه عظما که البته ارزه اون رو هم ندارن.
بعد از یه مدت دوباره سر و کله این آخوندتانگه تو خبر پیدا شد تا از ترکیدن یه بمب خبر بده. اما چندین گوشه شهر بمب بی‌حیایی ترکیده، معنویت جامعه ما رو آلوده کرده. اینجا 2 نفر کشته شدن، تو بی‌حیایی اکثر خانواده ها دارن زخمی میشن، دارن تلفات میدن. نمیدونم چرا ستاد بحران تشکیل نمیشه. احتمالاً منظورش از بمب بی‌حیایی حضور این مثلا خواننده ولایی در جشن دلواپساست. بعدم ببینید چه توهمی هم زده. همون موقع رفتم لایو دیدم هیچ بی‌احترامی نیست و قبلش هم میدونستم که اینا همه یه سری توطئه است، یه سری رباته که یهو میریزن حمله میکنن و مردم ایران. اگر یه نفر اینجا به من فحش داد، شما بدونید که این فحشا واقعیه. مردم ایران رو ما الان داریم میبینیم دیگه. آقا به نظرتون شما بی‌احترامی دیدید؟ نه، من فکر میکنم همش توطئه است از طرف آمریکا و انگلیس یا حالا هر جا. این بزبز قندی هم طبق معمول در نقش تئوریسین ظاهر میشه تا توضیح بده که سوژه تمسخر ملت چرا اینقدر توسط عظما جدی گرفته شده. شکاف بین رسانه رسمی و رسانه توده‌ای. رسانه رسمی یه چیزی رو مسخره و تحقیر میکنه، ولی در ارتباطات توده‌ای اون چیز محترمه. رسانه رسمی یه چیزی رو میخواد بهش منزلت بده، ولی تو ارتباطات توده‌ای کف خیابون اون چیز مسخره است. منشنگ بعدی این حاج آقا شیکم پرست بود که خودش و همریشانش رو اینجوری توصیف کرد. آدمایی که چشمشون همه جا کار میکنه، آدمایی که شکمشون رو نمیتونن حفظ بکنن، اینا معمولا دچار قصه‌ن. معمولا دچار یه کلو کباب خیلی فلان پولشو نداره، قصهشو میخوره. یه غذا یه نفر میاد تعریف میکنه رفتیم فلانجا 150 تومن برای یه غذا دادیم، این قصهش. چرا؟ شکم پرست. اوج ترقی خواهی شیخ پیر رو اگه میخواید ببینید چیزی نیست جز خندیدن به ریش هم لباساش. شرح با خودتون. و جوانی ما بود که حالا عمدتاً طلبه بودیم و قم بودیم. اون وقت نمیدونم چرا تو حوزه، البته الان حوزه اینجوری نیست، اونا ورزش دارن، برنامه دارن. اون وقت ورزش کردن علامت این بود که این طرف تقواش کمه. حالا ورزش معمولی، اگر کسی میره فوتبال و اینا که وا ویلا، اون که دیگه هیچ گو از بیخ کافر میشد. اگر کسی میره دنبال والیبال و اینا، اون که دیگه هیچ اندری استخر که اون که جوا. ولی جایزه مشنگ اول رو باید بدن به این رئیس دزد کمیته امداد خمینی که دجالگری تا توی خوابش هم رفته. امام به خواب ما اومد، امام بهشتی، امام روحانی، امام خدایی. و من تو خواب واقعا تو این بودم چطور من این توفیق پیدا کردم. امام اومد بغل دست من، عبای مبارکشون بر سر من کشیدن و پیشانی بنده رو بوسیدن. من تو خواب تو خودم بودم که چطوری همچین کاری ممکنه، من باید دست و پای امام رو ببوسم و هی در تلاش بودم که عبای امام رو کنار بزنم، پاشون رو بیفتم ببوسم. در این تلاطم و تلاش من از خواب بیدار شدم. امام مردمدار بود. الان چون من رئیس کمیته امداد هستم عرض میکنم. در پایان توجه شما رو به حرکت‌های هوشمندانه چند پدر چابک جلب می‌کنیم که انصافاً قشنگ کار کردن.